عزیزانی که میگید این اون اسلام نیست، این ویدیو رو ببینید. صحبت از متن قرآنه، نه برداشت رسانه ها. علیرغم اینکه قرآن دستور میده که فقط 4 تا زن یک مسلمان میتونه داشته باشه، قرآن برای خود پیغمبر یک پرانتز باز میکنه. اون رو بیایم با هم نگاه بکنیم که پیغمبر تا هر چقدر که دوست داره میتونه زن بگیره. بله. سوره چی هستش؟ 33 احزاب هستش. ای پیغمبر گرامی، ما زنانی را که مهرشان ادا کردی و تو حلال کردیم و کنیزان را که به غنیمت خدا ملک تو شد. از کنیزا یعنی کسا اسیرایی که گرفتی با پول خریده شدن برای و ملک توش زن ملک پیغمبر شده، جنس کالایی ملک، رد و بدل میشه این ملک. هر چیزی که دست راست تو اینها رو گرفته و بعد که چه روابطی میتونید از چه نظرهایی حتی و نیز دختران عمو، دختران عمه، دختران خاله و دختران خاله آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند. ادامه بده. بعد میگه هر زن مؤمنی که خدا را که خود را به رسول بی شرط مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص توست. بله. و نه برای مؤمنین دیگر. که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مؤمنان را به علم خود بیان کردیم و این زنان همه را که بر تو حلال کردیم بدین سبب بود که بر وجود تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد و خدا را بر برگندگان مخلوق رحمت بسیار. ولی من دارم انگلیسیشو میگم که ما همه اینها رو برای تو اوکی کردیم که برای تو هیچ مشکلی نباشه. خب خدا چراغ سبز به قول معروف نشون میده به پیغمبر که تا هر چه دلت بخواد شما میتونید زن بگیرید و برای شما نمیخوایم هیچ مشکلی باشه. فک و فامیل، اسرای جنگی، هر زنی که خودشو بخواد به تو بده و تو از اون خوشت بیاد، برای تو اینا همه اوکی هستن. بعد ولی درست 2 آیه بعد از این که نشون میده که این آیات در زمانهای مختلف نازل شده و اینا به ترتیب این آیات وحی نشده همیشه. آیه 52 ولی به جایی میرسه که خود خدا هم به پیغمبر میگه دیگه بسه، دیگه کافیه، دیگه شما دست بردار از زن گرفتن. چی میگه آیه 52 سوره 33 سوره الاحزاب؟ بله 52 هست الاحزاب. ای رسول بعد از این دیگر نه عقد هیچ زن بر تو حلال است و نه مبدل کردن این زنان به دیگر زن، هرچند از حسنش به شگفت آیی بسیار در نظر زیباید، مگر که کنیزی مالک شوی و خدا بر همه چیز مراقب و نگهبان. پس حتی اینجا هم استاپ میشونه، یه اگری هم میذاره. مگر کنیزی بود، اون در واقع انسان محسوب نمیشه دیگه. کنیز باشه حالا اوکی، ولی اینجا میگه دیگه برای تو هم دیگه بس ازدواج. میگه حتی اگر زیبایی اونها تو رو جذبشون بکنه. حالا این دوستان مسلمان که میگن پیغمبر همیشه زنهای پیر رو میگرفته و زنهای بیوه بدبخت رو که تنها نباشن، پس اینجا اشاره هست که نه، انگار زیبایی و جذابیت هم ایشون علاقه‌مند بودن بهش.